اجتماعی. دین خدا دین واحد است. اسلام را خدا به ما فرستاده و مذهب دین نیست. مذهب وسیله و روش برای شناخت دین است تا دین خدا آسان شناخته شود و آسان تعبیر شود و آسان تطبیق شود. روی اساس ما مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را به عنوان آسانترین مذهب برای تطبیق دین که همان کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است برگزیدیم، ولی ابدا دینش نمیگیم. ما در کشوری که زندگی میکنیم متاسفانه پیام حق ما را هر دو طرف گوش نمی کند. آنانی که به نام سلفیت افراط میکنند و ورزش های امام ابو حنیفه و بر روش درستش توهین میکنند، کوچکش میشمارند، تعبیر ضعیف برش میکنند، دلیل بر ضعف علمیشان است. اونا باید بدانند که یک مذهبی که 1200 سال بر بیش از نیم کره زمین حکومت کرده است و هزارها علمای متبحر محدث فقهی در اینجا گذشته است، اونها مردمای عادی نبودند. این یک قضیه است که اونا باید احتیاط بکنن و ادب را رعایت بکنن، حرمت را رعایت بکنن و نگذارن که چیزی گفته شود که سبب خفگان و دلخراشی یک تعداد شود. عین شکل ما با آنها هم مشکل داریم که به نام مذهب خرافات میکند، بدعت میکند، شرک میکند، مردم را به چیزی دعوت میکنه که او دین نیست، مردم را به چیزی دعوت میکنه که اسلام از او براءت دارد. بنان ما در دو افراط و تفرید قرار داریم. همیشه از منابر خود و از درس خود و از تبلیغ خود برای مسلمان ها گفتیم که از برای خدا افراط هم نکنین، تفرید هم نکنین. مذهب ما ابو حنیفه از بدعت بیزار است. این خرافات و قرتک زدن و چی و جنده بالا و این دین نیست، این مذهب نیست. مذهب ما را بدنام نکنین که مذهب بسیار زیبا و خوب داریم. عین شکل به اونها میگیم که از برای خدا تو یک انسانی که نمیدونه، یک انسان جاهلی که عمل خلاف شرع میکنه و شرک میکنه یا بدعت میکنه، او را خب مذهب نمیکنه، خب اما انسان بدبخت میکنه، او نمیدونه، او جاهل است. در حالی که مذهب ما ابو حنیفه یک مذهب عادی نیست، یک مذهب دارای شخصیت های بسیار عالی، دارای تراث بسیار عالی، دارای فرهنگ بسیار عالی، اردویش است. بنابراین من متاسف هستم به اینکه یک طرف افراطی عجیب و غریب وجود داره، طرف دیگر تفریط عجیب و غریب وجود. ما از اردویش بیزار هستیم، بلکه خود اصول فقه حنفی که اعتقاد ما، باور ما، روش ماست، سرزوم افتخار میکنیم، هم دعوت میکنیم و هم هر دو طرف را به طرف صلاح دعوت میکنیم. ان شاء الله ما کفایت میکنم. باز شخصی بشینیم که دیگه کفایت میکنم.